فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. و ما بیننده 2341 در رابطه با انگشتر برای مرد پرسیدن که اگر مردی انگشتر بپوشه و از جنس طلا نباشه چه حکمی داره؟ اشکالی نداره اگر واقعا مردی انگشتری که میپوشه از جنس طلا نباشه، که طلا اون نقره برای مرد به اصطلاح حرام هست، که طلا به صورت کلی حرام هست و نقره رو هم یک معیار خاصی رو و مقدار خاصی رو علما تعیین کردند که بیشتر از اون نباشه، زیاد نباشه، این در حد یک انگشتر معمولی باشه. فقها این اجازه رو دادن. اما طلا به هیچ عنوان پوشیدنش برای مرد جایز نیست، ولو اینکه بسیار کم باشه، ولو اینکه انگشتری باشه که آب طلا به اون داده باشن. و یک نکته که در اینجا وجود داره این است که برخی فکر میکنند که انگشتر به دست کردن یکی از سنت های رسول الله صلی الله علیه وسلم است، چون این نیست. انگشتر دست کردن این سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم و همچنین سنت صحابه و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوده. منتها رسول خدا صلی الله علیه وسلم هم تا مدت زیادی انگشتری به دستشون نبود، تا زمانی که به اصطلاح نامه‌نگاری رو شروع کردند و پیام فرستادند به پادشاهان. مردم گفتند که معمولا پادشاهان دنیا نامه‌ای که بدون مهر باشه اون قبول نمی‌کنند و این انگشتری در اون زمان حتی امروزه هم می‌بینیم که در بسیاری از موارد انگشتری به عنوان مهر یا امضای فرد هست. به این خاطر رسول الله صلی الله علیه و انگشتری رو به دست کردن و همچنین خلفایی که بعد از ایشون بودن همون مهرشون بود که به اصطلاح به عنوان انگشتری و دستشون بود. یک سنت مستقل و جداگانه نیست که انسان بتونه به اصطلاح همیشه به این انگیزه که سنت است انگشتری به دست بگیرن. اگر مردی بدون از این که به اصطلاح به غیر از انگشتر طلا و چیز دیگری فلز دیگری استفاده بکنه اشکال شرعی نداره، منتها این هم سنت نیست.